دولت کردهای هرات. دولت کردهای هرات یکی از دولت‌های تاجیکی عصرهای 13 و 14 به حساب رفته. سال 1245 تأسیس یافته، سال 1381 از بین رفته است. اساسگزار این خاندان کرد نام داشت و این دولت هم از نام همین شخص گرفته شده است. قلمرو این دولت حدودهای سیستان، غور، غربی پاکستان را در بر می‌گیرد. ناگفته نماند که قلمرو خراسان هم شامل این دولت بود. کردهای هرات به مثال کردهای ایران، عراق و دیگر کشورها نیستند. این نام تنها نام یک خاندان است. ملک رکن الدین یکی از ملک‌های کرد به حساب رفته. او توانست با مغول‌ها سازش کند و دولت خود را آسایشته و امن اداره کند. بعد از مرگ او نبیره شمس‌الدین محمد کرد از سال 1245 تا سال 1278 دولت را اداره کرده است. شمس‌الدین محمد کرد در 23 سال حکمرانیش کارنمایی‌های زیادی کرد. این به مغول‌ها پسند نآمد. او را سال 1278 به شهر تبریز دعوت کرده زهر داده کشتند. دولت کردهای هرات در زمان حکمرانی ملک فخرالدین 1295 1307 باز زنده شد. مناسبت ملک با ترکان علل خصوص با مغول‌های الخانی ایران که مرکزشان در طوس بود خوب نبود. او سال 1307 وفات کرد. مغول‌ها برادر او ملک غیاث‌الدین را به سر تخت هرات نشاندند. سالهای حکمرانیش 1307 1329. ملک غیاث‌الدین سال 1329 وفات کرد. به جای او پسرش شمس‌الدین سه به سر قدرت آمد. او زود وفات کرد. در دربار کردهای هرات جنگ و نزاع‌ها به وقوع پیوستند. اشراف به خلاصه آمدند که ملک معیزالدین را به سر قدرت آورند. سالهای حکمرانیش 1330 1370. دو دولت تاجیکی، سربداران و کردهای هرات با هم جنگیدند. از این فرصت امیر تیمور استفاده برده سال 1381 به هرات لشکر کشید. او غیاث‌الدین پیرعلی را اسیر گرفته با خاندانش به سمرقند آورده به قتل می‌رساند. با همین دولت کردهای هرات رسما از بین می‌رود.